چند وقت پیش با یه دختر خانومی توی چت صحبت میکردم، با هم آشنا شدیم. خیلی بهم میگفتش که خانواده‌اش اذیتش میکنه، میخواد مستقل بشه و خب منم چون تو بچگی خیلی سختی کشیدم و به فاکیایی که کشیدم درکش کردم، تصمیم گرفتم که کمکش کنم. بعدش فهمیدم کلا بهم دروغ گفته بود. با پولی که بهش دادم به جای اینکه بره خونه بگیره اصلا دنبال حرفی که زدیم باشه، با پولی که بهش داده بودم رفته بود آیفون 13 گرفته بود. اصلا اومده که اصلا ازم پول بگیره، اصلا دوستم نداشته و من فقط دوستش داشتم. به ریش منم خندید و فهمیدم که از همون اول همه چی دروغ بوده. حالا من خرم ذوق اینو داشتم که بعد از مدت‌ها چند کردن وقتی